بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه. سینه زنان حسین زمزمه برپا کنید، ماه محرم شده یاری زهرا کنید. بانی بزم عزا مادر او فاطمه است، آمده قامت کمان خوب تماشا کنید. ذکر حسین جان ما از شهدا مانده است، جامعه را زنده با ذکر مسیحا کنید. ناز گنهکار را می خرد ارباب ما، امر کند هر که را گم شده پیدا کنید. نوکر هر ساله ایم پای قرار آمدیم، موسم درد دل است عقده دل وا کنید. بر اثر معصیت خشک شده اشک من، دیده خشکیده را وصل به دریا کنید. دیده خشکیده را وصل به دریا کنید. صلی الله علیک یا قتیل العبرات. ای کشته اشک ها، سلام بر تو و سلام بر عزاداران و دلداده ها و عاشقان تو. سلام به هم نفسای یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید، عزاداری هاتون قبول باشه. خیلی ممنونم که نگاه زلال و مشتاقتون رو هدیه دادید به یاد خدا. امیدوارم یاد خدا به دلتون بنشینه، یاد خدایی که زینت داده شده به این مکان مقدس که نشانی از ابوالفضل العباس علیه السلام داره، یعنی ابوالفضل قمی ها امامزاده شاه سید علی. السلام علی شعیب الذی نصره الله علی امته. السلام علی داود الذی تاب الله علیه من خطیئته. السلام علی سلیمان الذی ذلت له الجن بعزته. السلام علی ایوب الذی شفاه الله من علته. السلام علی یونس الذی انجز الله له مضمون عدته. السلام علی عزیر الذی احیاه الله بعد میتته. السلام علی زكريا الصابر في محنته. السلام على يحيى الذي أزلفه الله بشهادته. السلام على عيسى روح الله وكلمته. السلام على محمد حبيب الله وصفوته. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوته. السلام على فاطمة الزهراء ابنته. السلام على أبي محمد الحسن وصي أبي وخليفته. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته.
سلام ماه محرم، سلام ماه حسین، سلام راه سعادت، سلام راه حسین. خیلی ممنونم که اینجا هستین، مقابل تلویزیون هستین، زائر از راه دور فرزند حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در قم مقدس هستین، حرم مطهر شاه سید علی که با 3 واسطه فرزند قمر بنی هاشم هستند و دل میدین به برنامه یاد خدا و آنچه که در یاد خدا اتفاق میفته. اگر از دیشب بیننده یاد خدا شده باشین، حتما خاطر شریفتون هست که ما داریم استفاده میکنیم از فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین رمضانی عزیز که امشب هم قدم به چشم حقیر گذاشتن. روی یک موضوع خیلی خیلی به نظرم مهم داریم صحبت میکنیم. اگر کسی توی خانواده، همسایه ها، اقوام، آشنایان، دوستان هستن، حتما خبر بدین که این بحث رو پیگیر باشن. انشاءالله من قول میدم که نتایج خوبی رو انشاءالله دریافت بکنیم. آقا سلام عرض کردم. سلام آقا، خوبی؟ زنده باشید. عرض تسلیت مجدد قبول من بشه. هم به شما تسلیت میگم. مخلص. تمام. صحبت مقدماتی نداریم؟ عرضی نیست. دوست دارم که خدمت امامزاده هرچی که حدیث و روایت و آیه بلدم بخونم، ایشون قبول کن. الهی حرفای ما زیاد خریدار نداره. اختیار دارین، زنده باشین. ما که استفاده میکنیم، ولی طبیعیه که بهتر اینه که اولیاء خدا معصومین سلام الله علیهم اجمعین، آقای امام حسین عباس خریدار این بحثا باشن و انشالله که اینطور باشه. خب ما راجع به ترس و بیم شروع کردیم بحثمون رو به عنوان یکی از عواملی که به نظرم باعث رقم خوردن واقعی عاشورا شد دیگه. بدون تعارف هممون هم میدونیم ترس. البته که در حین فرمایشاتتون دیشب، حالا نمیدونم کی به این خواهید رسید، این رو از شما دریافت کردم که ترس عامل مختل کننده عمل، عقل و اندیشه و علاقه های انسانه، علاقه های پایین تر. و نمونه ها و مثال هاش هم زدید، افرادی رو هم مثال زدید و نکاتی که راجع به ترس هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم که این یه وقتی آدم حرکت شجاعانه ای رو از خودش بروز میده به خاطر اینکه متهم به ترسو بودن نشه، که در واقع اون از ترسه که داره این کار انجام میده. این خیلی عجیبه. اما در این حال داشتم به این فکر کردم آقا ترس داره دیگه. مثلا وقتی به طرف میگن آقا اگه بری تو لشکر امام حسین خونه رو سر زن و بچه‌هات خراب میکنیم، برگردی دیگه شوهر زنت نیستی، نمیدونم اصلا جونتو میگیریم دیگه، همه اینا از جون دیگه بالاخره ترس نداره. ترس داره دیگه. حالا یه زمانی هم خواستیم اینجا برسیم، ولی خب راجع به ترس تمرکزمون. بسم الله. خواهش می‌کنم. قبل از اینکه برسم به سوال شما، شاید این قسمت اصلا نشه به سوال شما برسم، ولی قول بهتون میدم زنده موندم به سوال شما میرسم. زنده باشید محمد. نکته‌ای که در رابطه با ترس تو جامعه ما جا افتاده و جمله غلطی هست، با قرآن نمیسازه و باید این ذهنیت دور بشه. ما باید این ذهنیت رو درست بکنیم. در جامعه ما میگن که مثلا از خدا بترس، بعد یه کسی جواب میده که خدا که ترس نداره. آره. یا وقتی یک نفری میگه من از هیچ چیز نمیترسم، این رو به عنوان یک گزاره مدح آمیز باید ازش بپذیریم که واقعا تو از هیچی نمیترسی؟ پس چه آدم شجاعی. هر دو گزینه غلطه. یک، انسان باید حتما از یه چیزی بترسه. خدا ترس را خلق کرده برای استفاده کردن. دو، خدا ترس داره. گاهی اوقات ما تکبر پنهان خودمون رو پشت عشق به خدا قایم میکنیم. باریکلا. گاهی اوقات ما تکبر پنهان خودمون رو پشت عشق به خدا پنهان میکنیم. تکبرمون رو پنهان میکنیم. مثلا میگه من عاشق خدا. میگه نه، تو باید کوچولوی خدا باشی، نه عاشق خدا. میگه من عاشق خدا هم، برای همین خدا نمیتونه. خدا ترس نداره. حال میکنیم با خدا، عاشقشم.
در حالی که یکی از هیجان‌آمیزترین احساسات یه عاشق ترس. آره اصلا دلهره است. راست میگی. ممکنه یه کسی سوالی بکنه بگه آقا مگه شما نگفتید که ترس تلخه؟ آره و انسان به طور اتوماتیک حافظش یاری نمیکنه تلخی ها رو یاد کنه. آره یکی از نشانه های این که انسان یاد نمیکنه تلخی ها رو اینه که ما مرگ رو یاد نمیکنیم. ترس تلخه. آره ترس از خدا باعث میشه که خدا یک مفهوم تلخ در نظر من بشه و من خدا رو فراموش کنم. در حالی که در قرآن کریم خدا اصرار داره که ببین بین من و شیطان مسابقه است کدوم بتونیم تو رو بترسونیم. جالبه. ما فکر میکنیم بین خدا و شیطان مسابقه است که کی امنیت میده ما بریم پیش اون. راست میگی. در حالی که قرآن رو ببینیم میفرماید که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. انما یعنی این است و جز این نیست. شیطان دوستانش را میترساند. فلا تخافوهم، نه ترس، و خافونه، از من بترس. شیطان میگه از من بترس، خدا میگه از من بترس. من باید از یکی از این دوتا بترسم. یه سوال بپرسم اینجا یادتون نره. خواهش. قرآن شیطان میگه از من بترس، خدا میگه همینجوری. آخه مگه اینجوری نیستش که آدم از چیزی که میترسه باید ازش فرار کنه دیگه؟ آفرین. یه چیز دو تا چهار تا منطقیه بین همه آدما جا افتاده که آقا بالاخره آفرین. تاریکی ترس داره ازش فرار میکنه، میگه جا میریم جای روشن. هر چیزی ترس داره باید ازش دوری کرد. پس چرا خدا میگه از من بترسید؟ آفرین. حالا ترس فرار میاره، اما اگر فرد راه فرار نداشته باشه با ترس چیکار میکنه؟ باید بپذیرتش. تسلیم میشه. آره باید تسلیم میشه. از خدا میشه فرار کرد؟ نه. پس باید تسلیم شد. لا یمکن الفرار من حکومتک. خدا وقتی نباید ترسیده بشه که بشه ازش فرار کرد. شما تو این امامزاده، تو حیات این امامزاده یه چیزی دیدی، یه موجودی دیدی، ترسیدی، فرار میکنی میری داخل، فرار میکنی میری خیابون، چون راه فرار داری. آره. اما اگر یک وقتی تو کوچه بنبستی گیر کرده باشی و یک موجود وحشتناک راه بسته باشه، دستاتو میذاری سرت، تسلیم میشی. چون خداوند متعال فرار کردنی نیست، این نتیجه گرفته نمیشه. خدا میگه بترس و از این ترس جایی نمیتونی فرار بکنی، پس تسلیم شو. وقتی از ترس و ابهت و بزرگی تسلیم شدی تو خیلی حرف گوش کن میشی، طوری که حتی فکر فرار هم به سرت نمیزنه. اصلا یه چیز بالاتر، بترس و از این ترس لذت ببر، چون به این مرحله میرسه دیگه به نظرم. هیجان این که من آن کسی که ازش میترسم عاشق منم هست. یه چیزی هم به ذهن اومده، درست یا غلطشو نمیدونم، شاید هم غلط بود، اصلا چیزی هم ابایی هم ندارم، نمیترسم از این. ولی میخوام بگم شاید چون تو ذهن مردم باشه شاید شما درست تبیینش بکنید، منتها بعد از فاصله که میگیریم اشکال نداره. بحثمون درباره ترس هست، این دومین قسمتشه. محضر خدمت در واقع حجت الاسلام المسلمین رمضانی عزیز هستیم. من ذهنم خیلی درگیر بحث شده، به خاطر همین ممکنه که یه وقتایی پس و پیش حرف بزنم، ببخشید. میخوام زودتر اون چیزی که تو ذهنم گذشت با شما واجب به اشتراک بگذارم. میدونید داشتم به چی فکر می‌کردم؟ این که یه بار دیگه با هم مرور کنیم. این که فرمودین
خدا میگه از من بترس، شیطان هم میگه از من بترس. خدا میگه از من بترس، میترسی ولی جایی برای فرار کردن نداری. چون من پرسیدم آدم میترسه فرار میکنه، جایی برای فرار کردن نداری، میمونی و میپذیری و میدونی که در واقع نکته کلمه شما چی بود؟ من گفتم میپذیریم. من گفتم که تسلیم میشیم. تسلیم میشیم، چون دیگه راهی نداری، باید تسلیم بشی اونجا. و بعد عرض کردم که تو مرتبه بعدیش اصلا شاید این باشه که آقا بترس و از این ترس لذت ببر. ما توی این شهر بازی یه وسایلی هست خیلی ترس آوره، خوف آوره. خب بعضی اصلا طرفش نمیرن از ترس، بعضی ها میرن خودشونو میندازن تو اون جایی که دیگه راه فراری ازش نیست و میپذیرن و لذتشو میبرن از اون ترسه. اصلا ترس کنترل شده عامل لذت. چرا میرن اونجا لذت میبرن؟ چون به امنیت اون دستگاه ایمان دارن. آره. چون به عاقل بودن طراح اون دستگاه اعتماد و اعتقاد دارن، به این که ایمنی اون دستگاه هر بار سنجیده میشه ایمان دارن، و چون این اعتمادها را کردن لذت میبرن. وگرنه اگر بالای همون دستگاه خبر بدن که این دستگاه خراب شده، دیگه یک نفر هم سوار نمیشه و دیگه لذت نمیبره از موقعیت که هست. یه دفعه بگن اون چیزی که بسته بودنت که دیگه پرت نشی شده، الان ممکنه پرت بشی. اونجا دیگه نمیتونه لذت ببره از ترسش. ترس کنترل شده یک لذت برای انسان. من باید بزرگی خدا، غضب خدا، جهنم خدا و بدبختی دوری از خدا رو بترسم ازش. آره. من قرار نیست دست بندازم گردن خدا و باهاش رفیق باشم به این معنا که بیا من و تو ترس بینمون حاکم نباشه. خدا میگه نه، تو باید از من بترسی. میگم خدایا اگه من بترسم فرار میکنم. میگه کجا فرار میکنی؟ باید آخرش فرار کنی بغل خودم. کجا داری بری؟ اون وقت بغل خودم که فرار بکنی من در آغوشت میگیرم. حالا با اون آغوش محبت آمیز من هیجان ترست رو به شیرینی تبدیل کن. ولی اول باید بترسی. اصلا من عرض میکنم تو قسمت بعد زنده بمونم اینه که ما نترسیم مؤمن نمیشیم اصلا. تا این حد اصلا خدا ترس رو داده برای اینکه ما مؤمن بشیم. ریشه ایمان ترس. ولی یادمون باشه قرار نیست از خدا نترسیم. ما باید از خدا بترسیم. ما باید از اینکه این فرد بزرگ، این فرد خبیر، این فرد قدیر، این فرد توانا، این هستی توانا ناراحت بشه از زمان باید بترسیم. ما باید اول در جهنم رو ببوسیم بعد بریم بهشت، که او اگه نبود ما نمیرفتیم بهشت. نشون به اون نشون که نماز واجب رو میخونیم اما نماز شب نه، چون نماز شب جهنم نداره. ما رو ترس درست کرده. چرا فکر میکنیم ترس چیز بدیه؟ ما وجود مادرمون رو تو دو قدمی حس میکردیم، برای همین میترسیدیم. ترسی که حاکم میشد به ما. اما خدا ما رو اینجوری نترسونده. خدایی که خودش ترس خلق کرده ما رو از دمپایی مادرمون بیشتر ترسونده تا جهنمش. جهنم رو میگیم خواستی نترسی نترس، کما اینکه خیلی نخواستن و نترسیدن. ولی ترس با کرامت، ترسی که له کننده نیست، ترسی که انتخاب توه. بنابراین تو این قسمت میخواستم نتیجه بگیرم. یه وقت روشن فکر بازی در نیاریم، در اصل تاریک فکر بازی، برخلاف قرآن که خدا اصرار داره
ما بترسیم، ما بگیم خدا که ترس نداره. خدا ترس نداره؟ از خدا ترسناکتر هم هست؟ حرمت این خدا شکسته بشه ترس نداره؟ حرمت هر کسی تو عالم شکسته بشه الا این. چرا میگید خدا ترس نداره؟ بنابراین من باید آماده کنم خودم رو، از جهنم خدا بترسم، از غضب خدا بترسم، از دوری خدا بترسم، از فراق خدا بترسم، از قهر خدا بترسم. خدا تو قرآن کریم یه عده‌ای رو معرفی میکنه، میگه من روز قیامت باشون حرف نمیزنم. لا یکلمهم الله یوم القیامه، من قهرم، حرف نمیزنم. این ترس نداره؟ شما فرمودید اول باید بترسی از خدا، توی بنبست قرار بگیری، جایی نداری بری، همه جا حکومت خداست، نمیتونی فرار بکنی، تسلیم شی. بعد که تسلیم شدی دیدی کدوم آغوشی امن‌تر از آغوش خدا و بعد میمونی، اون محبت و عشق شکل میگیره. حالا میتونی بگی مثلا من عاشقم. درسته؟ تا اینجا درست گفتم؟ من میگم نمیشه این تغییر پیدا بکنه. مثلا میگم من امام حسین رو دوست دارم، میمیرم اگه امام حسین روش از من برگردونه. یه روزی من بفهم امام حسین اصلا میمیرم، میترسم از این قضیه. خب من اول امام حسین رو دوست داشتم، عاشقش شدم، تو هیئت‌ها اومدم، یه نیمچه شناختی پیدا کردم، حالا به اینجا رسیدم که میترسم از من ناراحت شه، روشو برگردونه. یعنی اینجا تقدم تأخری یه ذره انگار متفاوته با اون چیزی که از شما شنیدم. درباره خدا هم همینطور. ممکنه کسی بگه آقا من